سلام ارادت، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میلاد خاکی هستم با بحث حل تست در خدمتتونم. طبق روال گذشته و فصلهای گذشته که انجام دادیم کتاب‌های بازار رو توی درس زیست شناسی اومدیم گشتیم. IQ، گاج، الگو، مشاوران، نردبان، نمیدونم خیلی سبز، جامع، کتاب هوک، هر کتابی که تو بازار در مورد 12 وجود داشت اومدیم بررسیش کردیم. سوالات خوب دست اول قشنگش رو در آوردیم و با همدیگه میخوایم حلش کنیم. یعنی گلچینی از کتاب‌های بازار. انگار دیگه من برات همه کتابا رو زدم و گشتم سوالای خوب و قشنگ و جذاب و اونایی که خفنه رو پیدا کردم و براتون دارم حلش میکنم. خب آقا بریم با سوال اول از کتاب نردبان گاج. میگم نردبان گاج، نردبان خیلی سبز. آقا سوال اول چی میگه؟ میگه آقا در متن زیر چند تا غلط املایی وجود دارد. خب منظورش غلط املایی نیست، غلط علمی است. یعنی یه جورایی الگوگیری اینجور سوالات از سوالات ادبیات بوده که سوالو میداد میگفته بگرد ببین چند تا غلط املایی و اینا داره. یه مدل سبک سوالی هم هست وجود داره، میگه چند تا غلط علمی داره. تا به حال در کنکور مطرح نشده است ولی در آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌های بازار وجود دارد. حالا چک کنیم. میگه هر یک از یافته‌های جانداران ویژگی‌هایی مانند شکل اندازه دارند که این ویژگی‌ها تحت فرمان هسته است. خب آقا همینجا غلطه. چرا؟ چون یافته‌های جانداران گفته هر یک دیگه، یعنی همشون هسته نداره. باکتری اصلا هسته نداره. در بدن انسان گلبول قرمز هسته نداره. خب این یه غلط. هسته در ساختار خود دارای مولکول‌های دنا است که اطلاعات وراثتی را در خود ذخیره کرده است. خب این اطلاعات حین تقسیم از یافته‌ای به یافته‌های دیگر و در حین تولید مثل هر جاندار از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. خب باز اینم یه غلط دیگه. مولکول‌های دنا برای جایگیری در سلول باید به کمک پروتئین‌های فشرده شوند و در نهایت ساختار کروموزوم را ایجاد نمایند. خب هیستون و این داستانا رو داره میگه. هر جاندار دارای، اینجا رو نگاه کن، کروموزوم‌های مختلفی است که به کمک آنها میتواند فعالیت‌های خود را تنظیم کند. آقا باز تأکید میکنم نگفته جانور، گفته جاندار. باکتری ها صرفاً یک کروموزوم دارد. درست شد؟ پس 3 تا غلط اینجا ما پیدا کردیم. بریم سوال بعدی. میگه در مورد آزمایش‌های انجام شده توسط دانشمندی در کتاب زیست شناسی 12 که عامل اصلی در انتقال صفات توسط آن مشخص شد. خب عامل اصلی انتقال صفات توسط آقای ایوری و همکارانش مشخص شد. کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ کتاب هوک از 12. در مرحله از این آزمایش‌ها که خب الف پیوندهای تشکیل شده توسط ریبوزوم‌های سیتوپلاست شکسته شد. به خودش خیلی فنیه. پیوندهای تشکیل شده در ریبوزوم پیوند پپتیدیه بین آمینو اسیدها. در واقع پیوند پپتیدی شکسته شد یعنی آنزیم پروتئاز، پروتئینا تجزیه شدن. به طور حد برای دانشمند محقق نتیجه جدیدی حاصل نشد. خب آقای ایوری در آزمایش اول که اومد آنزیم پروتئاز اضافه کرد ثابت کرد که پروتئین ماده وراثتی چی نیست. خب پس یه چیزی داره برایش ثابت میشه دیگه. بر دانشمندان آن زمان که مخالف حرف آقای ایوری بودن داره یه چیزی رو میگه دیگه. درسته؟ خب فقط یه مطلبی رو اینجا دقت کنید. نکته یه ریزش
اینه که ما اینجا داریم نتیجه میگیریم. میگه آقا در مرحله از آزمایش‌هایی که پیوند فلان فلان به طور حتم برای دانشمند محقق نتیجه جدیدی حاصل نشد. یه ایراد فنی اینجا داره که آقا نتیجه حاصل شد که پروتئین ماده وراثتی نیست توی آزمایش اول. در آزمایش سوم هم دوباره این رو تکرار کرد، ولی اون موقع میدونست پروتئین ماده وراثتی نیست. هیچ. پس این غلط. در بیشتر محیط‌های کشت انتقال صفت حاصل نشد. خب ببین توی آزمایش اول که کلا یه محیط کشت بیشتر نداشت، یه آنزیم پروتئاز ریخت و رفت و تموم شد. در آزمایش دوم چند قسمت شد و فقط قسمتی که دی ان ای بود ماده وراثتی انتقال پیدا کرد، تغییر شکل ایجاد شد. این از این. در آزمایش سوم چندین تا ظرف داشت، همه جا شد، همه جا ماده وراثتی منتقل شد، باکتری کپسولدار شد، به جز آزمایشی که نوکلئاز اضافه کرد. پس در آزمایشی که بیشتر محیط‌های کش انتقال صفات حاصل نشد، آزمایش دوم آقای ایوریه. بعد میگه که به طور حد ماده وراثتی با عبور از غشا و پوشینه آن به یاخته دیگر منتقل شد. آقا میگه ماده وراثتی با عبور از غشا و پوشینه. ما الان میخوایم باکتری بدون کپسول کپسولدار کنیم، پوشینه نداره که این ماده وراثتی ازش رد شه، تازه قراره کپسولدار بشود. پس هیچ، اینم غلط. جیم. تقسیم بندی عصاره استخراج شده از باکتری های کشته شده انجام شد. خب تقسیم بندی عصاره در مرحله 4 آزمایش سوم انجام شد. به طور حد نتیجه تکراری برای دانشمند محقق حاصل نشد. خب تکراری بود. چرا؟ چون در آزمایش 1 اثبات کرد پروتئین ماده وراثتی نیست، در آزمایش 2 اثبات کرد دی ان ای ماده وراثتی است، در آزمایش 3 دوتا رو تکرار کرد. پس چیز جدیدی نتیجه تکراری محقق شد. اینم غلط. دال. پیوند تشکیل شده در شبکه اندوپلاسمی صاف شکسته شد. اصلا اینجا فاجعه بزرگی داره رخ میده. آقا چه فاجعه؟ شبکه اندوپلاسمی باکتری مگه داره؟ اصلا باکتری بحثش باکتری استرپتوکوکوس سومونیا شبکه اندوپلاسمی واسه یوکاریوته. هیچی. همش غلط. سوال سنگینی بود به نظر من. واقعا سوال سنگینی بود. دانش آموزی که از پس این سوال بر بیاد یک تسلط خیلی خوبی روی آزمایش آقای ایوری و همکارانش داره. سوال 3 سوال آزمون در کتاب مشاوران جامعه است و راجع به همین آزمایشات سوال پرسیده. چی میگه؟ میگه آزمایش های ایوری و همکارانش، خب دوباره همونه، مرحله ای که تنها از آنزیمی که در معده توسط فراوانترین یاخته های عمقی دیواره تولید شده داره آنزیم، معلومه دیگه، من راجع پپسین و پپسینوژن داره صحبت میکنه که پروتئین رو تجزیه میکنه، یعنی پروتئاز. خب پروتئاز در مرحله 1 و 3 استفاده کرد. میگه به طور حد میتوان گفت متوجه شد که نوکلئیک اسید ماده وراثتی هست؟ نه. در آزمایش 1 فهمید فقط پروتئین ماده وراثتی نیست. 2 از آنزیم تجزیه کننده پیوند اشتراکی بین گروه هیدروکسیل و فسفات استفاده کرد. بین هیدروکسیل و فسفات منظورش پیوند فسفواستر، منظورش نوکلئازه و نوکلئاز رو در آزمایش 3 استفاده کرد. به طور حتم نمیتوان گفت در اکثر محیط‌های کشت افزایش اندازه باکتری مشاهده شد. چرا نمیتوان گفت؟ در آزمایش 3 4 تا محیط کشت داشت، 3 جا باکتری کپسولدار شد، 1 جا نشد. 3 از وزن مولکول‌های زیستی موجود در عصاره استخراج شده از باکتری کمک گرفت. زمانی که شما داری از وزن کمک میگیری یعنی سانتریفیوژ. درسته؟ سانتریفیوژ با سرعت بالا. این پدیده سانتریفیوژ و این داستاناش
برای مرحله 2 آزمایشه. بعد میگه به طور عادی میتوان گفت ایوری و همکارانش نتیجه گرفتند که نوکلیک اسیدها ماده وراثتی هم. بله، آزمایش 2 هدفش هم این بود بگن نوکلیک اسید و دی ان ای ماده وراثتی است در واقع. 4 بیشتر مولکول‌های زیستی موجود در عصاره توسط آنزیم تخریب نشدند. خب این آزمایش 1 فقط پروتئاز ریخت، بیشترش فقط پروتئین تخریب شد. نمیتوان گفت ایوری و همکارانش نتیجه گرفتن که بزرگترین گروه مولکول‌های زیستی ماده وراثتی نیستند. چرا نمیتونیم بگیم بزرگترین مولکول‌های زیستی پروتئین ها هستند؟ ماده فهمید که پروتئین ماده وراثتی نیست دیگه، چرا نمیتوان گفت؟ میتوان گفت. ببین میخوام از نظر فنی این سوال رو برات بررسی کنم. دو قسمت داره این سوال. یک قسمت دانشی، یعنی شما باید دانش کافی رو برای حل این سوال داشته باشی. 2 قسمت ادبیات. این کلمه یه نمیتوان گفت، میتوان گفت، بعد یه نمیتوان گفت انداخته، یه نیستند انداخته. دیگه ایناش بچه‌ها علم و دانش نیست. اینها با تکرار تست زدن این قدرت به دست میاد که تو به نمیتوان گفت دقت کنی، به نیست دقت کنی، کجا باید اینا رو نگاه کنی، همه اینا رو حواست باشه. سوال 4 کتاب آیکیو جامع بوده و سوال اینو پرسیده. گفته که باکتری شناسی که اطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی از آزمایش‌های او به دست آمد. خب گریفیتو داره میگه. در جای خالی مرحله از آزمایش خود، خب جای خالی بیا چک کنیم. میگه سومین. خب گریفیت 4 تا مرحله داشت دیگه. 1 کپسولدار زد، سری می نویسم. 2 بدون کپسول. 3 کپسولدار کشته شده با حرارت. 4 ترکیبی زد بدون کپسول زنده به علاوه کپسولدار کشته شده. اولی موش مرد، دومی زنده موند، سومی زنده موند، 4می مرد. خب میگه آزمایش سوم تزریق باکتری پوشینه‌دار کشته شده به موش‌ها. تا اینجا درسته؟ به این نتیجه دست یافت که وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش‌ها نیست. بله، تو آزمایش 2 نتیجه گرفت کپسول عامل بیماریه، 3 نتیجه گرفت کپسول تنهایی عامل بیماری نیست، 4 فهمید که ماده وراثتی منتقل میشه. آخرین یعنی 4 تزریق مخلوطی از باکتری‌های پوشینه‌دار و فاقد پوشینه زنده به موش‌های مورد آزمایش شاهد مرگ آنها بود. خب توی آخری تزریق کرد پوشینه‌دار کشته شده، فاقد پوشینه زنده به موش شاهد مرگشون بود. فقط اینجا یه باگ ادبیاتی داره. باکتری‌های پوشینه‌دار و فاقد پوشینه زنده. من الان اینجا نمیدونم این زنده منظور طراح سوال پوشینه است، فاقد پوشینه است، منظورش هر دوتای اینا با همه. این باگ ادبیاتیه. خب عزیزی که طرح تست میکنی، فدات شم، تو که میای سوال ادبیاتی از بچه میپرسی، کلمه ها رو پس و پیش میکنی، لطفاً خب به این دقت کنید دیگه. بنده خدا نیومده سوال ادبیات جواب بده که الان اینجا گیر میکنه، میگه آقا الان اینجا شما و گذاشتی پوشینه دار و فاقد پوشینه زنده، بعد این سوال تو مغزش پیش میاد آقا زنده منظورت مال اینه یا مال جفتشه؟ خب حالا این باید برگرده به دانش ادبیات و زبان فارسی که بگه زبان فارسی اینو میگه اگر من یه دونه و گذاشتم آخرش یه چیزی نوشتم به هر دوتای اینا برمیگرده. یعنی این صفت زنده بودن، ادبیات دارم درس نمام، این صفت مال فاقد پوشینه است هم مال پوشینه داره که اینجوری اگر در نظر بگیری خب غلط. آقا این بچه بدبخت گناه داره. بعد واسه خودتون میاد اینو میگید ما سوال سنگین به قرآن این سوال سنگین نیست، این اصلا سوال سخت نیست. خب آقا همه این مراحل آزمایشو بلدن،
تو این زنده رو ورداشتی انداختی تنگ اون یکی، بعد توقع داری چیکار کنه این بچه؟ به قرآن زشته، خوب نیست این کاری که انجام میدید. در کنکور که اینجور سوال نمیپرسه. شما کنکور ادوار گذشته از سال چند کنکور برگزار میشه؟ از زمان فکر میکنم پهلوی داره کنکور برگزار میشه تا به امروز. زمانی دانشگاه تهران رو ساختن و فلان و اینا. شما برو بگرد در سوالای زیست ببین همچین مشکل ادبیاتی وجود داره یا نه. به قرآن نداره، به خدا نداره. اون کسی که این گزینه را درست میگیره به قرآن میدونه این داستانو، میفهمه، فقط نمیدونه این زنده ننه مرده رو برای پوشینه دار بگیره یا برای فاقد پوشینه بگیره یا برای هر دوتاش بگیره. خب سوال چند موردی هم دادی اینجا، چند موردی رو چیکارش کنه؟ حداقل گزینه‌ای میدادی. میدونی اذیت دارید میکنید. این غلط. جیم. آخرین 4 متوجه شد که نوع بدون پوشینه استرپتوکوکوس نومونیا برخلاف نوع پوشینه دار آن نمیتواند هیچگاه در اطراف خود دارای پوشینه شود. خب باز غلطه. تو مرحله آخر فهمید که نوع بدون پوشینه میتونه ماده وراثتی بگیره و پوشینه دار بشه. دال. دومین دریافت که باکتری های بدون پوشینه، اینو داره میگه، برخلاف باکتری های دارای پوشینه توانایی بروز علائم نوعی بیماری تنفسی موشهای مورد آزمایش رو ندارن. بله در آزمایش 2 این نتیجه رو گرفت. پس می شود 2 مورد. ولی به خدا نامردیه این سوال. از من گفتم. بعد الان یه سری اوه اگر سوال بدی بود چرا آوردی اینجا بگی بده؟ به قرآن آوردم تو بفهمی. آوردم بفهمی که اینجا اینجور سوالات ارزش علمی و بنیادی ندارن. میدونی؟ خواستم متوجه بشید که بعضی وقتا بچه‌ها میرن تست میزنن، کتاب تست رو باز میکنن، تست میزنن، کلا این بچه روحیه‌شو از دست میده. میگه من نمیتونم تست بزنم. بلدم. خب سر همینه دیگه. این ادبیات رو پس و پیش نکنید، تو رو قرآن اذیت نکنید. سوال 5 نردبان 12 سوال 5 چی میگه؟ میگه که کدام گزینه در ارتباط با دانشمندی که عامل مؤثر در انتقال صفات تا حدود 16 سال بعد از آزمایشات وی همچنان ناشناخته ماند عبارت زیرا منظور دانشمنده چیه؟ گریفیته. این داستانها رو خونده تا برسه به گریفیت. حالا در یکی از آزمایش‌های وی که میزان اکسیژن محلول در خون موش به شدت کاهش، خب منظورش مریض شد دیگه، اکسیژن کم، باکتری تنفسی استرپتوکوکوس نومونیا مریض میشه، اکسیژن کم میشه، گزینه 1 داره اینو میگه. فاقد پوشینه، یعنی همه باکتری های زنده فاقد پوشینه با دریافت ماده وراثتی در ظاهر خود تغییرات ایجاد کردن. هیچ وقت تمام بدون کپسولدار نشدن. تو مرحله 4 هم تعدادی این اتفاق واسهشون افتاد. 2 هیچ یک از باکتری های مرده توسط دستگاه ایمنی این جانور کشته نشده بودند. خب یعنی خب مرده ها رو خودش وارد کرد. در واقع داره راجع به مرحله 2 میگه. شاید بگی آقا چرا نمیگی هم 2 هم 4؟ چون توی 4 هم باکتری کشته شده ما اضافه کردیم. خب درسته تو 4 ما کشته شده اضافه کردیم، ولی بدون کپسول زنده یه سریاشون کپسولدار شدن و اونایی که کپسولدار شدن و دستگاه ایمنی بهشون حمله کرد و یه سریا رو کشت. پس اون آزمایشی که هیچ یک از باکتری های مرده توسط دستگاه ایمنی این جانور کشته نشده بودن، آزمایش شماره 2 که کلا کشته شده وارد کردیم. پوشینه دار، همه باکتری های زنده پوشینه دار اصلا نداشت، زنده پوشینه دار نداشت. 3
باکتری های پوشینه دار و فاقد پوشینه در خون موش مشاهده شدند. خب این آزمایش 4. همه باکتری های بدون پوشینه در پی فعالیت پروتئین های مکمل کشته شدند. نه خیر. چرا نه خیر؟ چون در خون و شوش در خون و شوش موش های مرده واجرایی شه داشت. امروز کلا کلاسمون ادبیاته. مرده هم باکتری بدون کپسول زنده دیدیم، هم باکتری کپسولدار کشته شده، هم کپسولدار زنده. پس تمام بدون کپسول ها از بین نرفتند. خب 4. تنها محلولی که با ساختار مشابه واکسن به موش تزریق شد، خب واکسن چیه؟ میکروب کشته شده، ضعیف شده، خنثی شده. خب آزمایش 2 دیگه، آزمایش 3 دیگه. اینم 3 بود، حواسمون نبود. 3 دیگه. پوشینه دار، یعنی میگه همه باکتری های زنده پوشینه دار بزرگتر از 200 نانومتر بوده، توسط نوعی عامل محیطی کشته شدند. کاملا درست است. گرما کشتتشونه و اندازه و سایز باکتری بر اساس شکل کتاب، باکتری پوشینه دار بیش از 200 نانومتر، حدوداً 2 برابر 200 نانومتر تو اون شکلی که باکتری استرپتوکوکوس سومونیا رو شما در کتاب درسی دارید. من یه دقیقه بخوام اینجا بهتون نشونش بدم. جزوه کتاب درسی رو بیارم. در واقع راجع به این شکل میگه. طبق این شکل کتاب شما دارید میبینید این تیکه در این مقیاس 200 نانومتره. خب این من همینو دستام میبینی اندازه یه وجب منه، تقریبا یه وجب من میگه 200 نانومتره. من اگر بذارم از اینجا شروع کنم، ببین یه وجب، 2 وجب، حتی 3 وجب میره جلو، به 600 نانومتر هم اندازه این باکتری میرسه. یه نکته هم بگم همینجا، این گفتم تو کلاس یادتون باشه، گفتم کپسول خاصیت اسفنجی طور داره. میبینی انگار یه چیزی تو همه. خب پس اینم شد 4. سوال قشنگ، من دوستش داشتم این سوال. هم علمی خوب بود، هم کلمات جالبی به کار رفته بود، درگیر ادبیات نشده بودی خیلی. سوال قشنگی بود. بعضی من میخوان سوالو سخت کنن، میرن فعلو میپیچونن، از این ور میزنن به اون ور. خب این چه فایده داره تو زیست؟ نمیاد تو کنکورم، اینجوری نمیاد، نیامده است، تا به حال نیامده. یه وقتایی ما خودمون، تقصیر خود ما معلماست، میدونی؟ یه جوری میپیچونیم. سوال 6. کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است نردبان 12 ایوری و همکارانش؟ آقای ایوری و همکارانش رو باز داریم اینجا میبینیم تو سوال 6. خب چی میگه؟ میگه که در اولین مرحله از مطالعات خود، یعنی آزمایش 1 پروتئاز، آزمایشی رو انجام دادن که در آن محلولی که به محیط کشت باکتری اضافه شد پروتئین نداشت دیگه، فاقد ماده‌ای بود که به صورت کاتالیزورزیستی عمل می کند. خب نه، کاتالیزورزیستی منظورش آنزیمه. خب میگه محلولی که زدیم گذاشتیم استفاده کردیم فاقد آنزیم بود. نه دیگه پروتئاز اضافه کردن دیگه، آنزیمو داشت دیگه. 2. به کمک فراگریزانه، اصلا اینجا غلطه، اشاره کرده به اون زیرنویس کتاب درسی شما. من زیرنویسه رو بیارم ببینیم. ببین در کتاب شما یک عبارتی اینجا وجود داره به نام اینها، نوشته گریزانه با سرعت بالا و اینجا کلمه سنتریفیوژ رو استفاده کرده. من میام در زیرنویس کتاب میبینم بله این گریزان است. خب حالا یه جای دیگه اومده راجع به گریزانه با سرعت
بسیار بالا صحبت کرده. اینجا رو میبینیم گریزانه با سرعت بسیار بالا. آزمایش آقای مزلستون استال بوده و اینو زیرنویس کتاب معنی کرده برای شما اولترا سنتریفیوژ. اولترا سنتریفیوژ یعنی فراگریزانه یا گریزانه با سرعت بسیار بالا. ببین بر اساس این زیرنویس های کتاب من به این نتیجه می رسم که اگر گفتن گریزانه یعنی سنتریفیوژ، گفتن گریزانه با سرعت بالا، انگار همون سنتریفیوژه. ولی گریزانه با سرعت بسیار بالا که اینجا داره استفاده میکنه بهش میگن فراگریزانه یا اولترا سنتریفیوژ. این سرعت بسیار بالا میدونی اصلا داستانش اینه کلن سانتریفیوژ با سرعت بالاست. کلا این چرخشه سرعتش بالاست دیگه. حالا از حد نرمال ببریمش بالاتر میشه فراگریزانه، اولترا سنتریفیوژ با سرعت بسیار بالا. این به ادبیات این جمله داره اشاره میکنه. حالا پس نداشتن اصلا آقای ایوری و همکارانش فراگریزانه نداشت دیگه، ادامهش هم نمیخونم. 3. پس از مخالفت سایر دانشمندان با نتایج آنها، خب یعنی آزمایش 1 رو انجام داد، 2 رو انجام داد، حالا دانشمندان مخالفت کردن. یعنی آزمایش 3 برای مقابله با مخالفت دانشمندان بود. یه جورایی تاریخیه، داره تاریخ ازت میپرسه. میگه که در آن ظرفی که در آن انتقال صفات انجام نشد، اونی بود که آنزیم نوکلئاز اضافه کرده بودن، حاوی ماده‌ای بود که میتواند پیوند فسفودی استر را بشکند. منظورش نوکلئازه. بله کاملا درسته. 4 میگه بدون استفاده از آنزیم های تجزیه کننده، مرحله 2 بود که آنزیم تجزیه کننده فقط سانتریفیوژ داشت، لایه‌ای که باعث ایجاد باکتری تراژن شد. تراژن یعنی باکتری که ژن دیگری داشته باشه. فقط یه نکته من بهت بگم، میخونمش بعد نکتهشو میگم. میگه فاقد ماده‌ای بود که علاوه بر عنصرهای کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و فسفر نیز دارد. خب ماده‌ای که داره میگه کربن داره، هیدروژن داره، نیتروژن داره، فسفر هم داره، یعنی اسید نوکلئیک. درسته؟ زمانی که لایه‌ای که باکتری تغییر کرد لایه‌ای بود که دی ان ای داشت، یعنی فاقد دی ان ای نبود. خب تراژن در واقعیت یعنی جانداری که ژن دیگری داره. ولی تراژن رو بخوام خیلی درست‌تر معنی کنم، ما تراژن رو اصولی و علمی اینجوری میگیم تراژن جانداری است که ژن جاندار گونه دیگر رو داشته باشه. یعنی باکتری استرپتوکوکوس سومونیا کپسول دار بدون کپسول، اینا گونه دیگه هم تقریبا به حساب نمیان. زمانی که من ژن انسان رو میزنم به ژن گاو، خب این الان یه گونه دیگه گرفته. ولی ژن یک انسان دیگه رو به یک انسان دیگه میزنم، معمولا ما به این نمیگیم تراژن. تعریف تراژن این نیست. در هر صورت گزینه 3 گزینه کاملا درسته. سوال خوبی هم بود، من خوشم اومد. حالا اینکه تاریخی هم پرسیده کمک میکنه به شما که به ریزکاری‌های کتابم دقت کنی دیگه. بهت کمک میکنه که بگی آقا فکر نکن مثلا اینجا که نوشته دانشمندان مخالفت کردن نیازی نیست تو بدونی کجاست مخالفت کردن. داره میگه آقا دقیق کلمات را بخوان. بریم سوال 7. سوال 7 از کتاب هوک 12 انتخاب شده و ببینیم چیه. نوکلئوتید رو داره به شما نشون میده. الان اینجا این فسفاته، این قنده. حالا ببین من نمیدونم این قنده چیه، یا ریبوزه یا دئوکسی ریبوزه که به این ربط داره. اگر اینجا هاش بود میشد دئوکسی ریبوز،
اگر اینجا اوهاش بود میشد ریبوز. اینم که باز عالی پورین دو حلقه‌ایه، حالا یا آ یا جیه، باز اینم شما نمیدونید. گزینه یک میگه بخش 3 برخلاف بخش 1 در ساختار خود دارای عنصری مؤثر در باهان است. نمیدونم اشتباه تایپ شده، الان میگم منظورش چی بوده. میگه آقا بخش 3 که باز عالیه برخلاف بخش 1، بخش 1 هم که فسفات، میگه در ساختار خود دارای عنصری مؤثر در چی بوده ای؟ بذارید من متن اصلی سوالو ببینم، بعد تایپ شده است. آها این رشد گیاهانه، این اشتباه تایپ شده، این بوده رشد گیاهان. خب آقا 3 نیتروژن داره، اینم فسفر داره، جفتی در رشد گیاهان موثر. 2 بخش 2 برخلاف 1، 2 قند 1 فسفات میتواند ضمن مصرف انرژی نوعی پیوند اشتراکی تشکیل دهد. ببین زمانی که ما پیوند ایجاد میکنیم، پیوند ایجاد شدن طبیعتاً باید یک انرژی مصرف بشه دیگه. خب پس چرا برخلاف؟ میتونه پیوند اشتراکی بده. الان این قنده مثلا بخش 2 قنده دیگه، میتونه بیاد با فسفات نوکلئوتید پایینی پیوند بده. این فسفات هم میتونه با قند نوکلئوتید بالایی پیوند بده، میتونه با یه فسفات دیگه پیوند بده. باز این برخلاف غلط هستن. 3 2 همانند 3 در مولکول ATP توانایی برقراری پیوند با نوکلئوتید دیگر را دارد. چک کنیم. آقا میگه 2 بخش 2 چیه؟ قند. همانند بخش 3 چیه؟ باز عالی. توی ATP توانایی برقراری پیوند با نوکلئوتید دیگر را دارد. خب آقا ATP یعنی یک نوکلئوتیدی که آدنین دارد، درسته؟ داره اینو میگه دیگه. خب الان من اگر بخش 2 رو در نظر بگیرم باز عالی، میتواند با یه باز عالی دیگه پیوند هیدروژنی بده، یعنی با یه نوکلئوتید دیگه. و اگر بخش 3 رو بگیرم قند، میتونه با یه دونه نوکلئوتید پایین خودش پیوند بده. پس این درسته تقریبا. 4 بخش 3 همانند 2 همواره از طریق عناصر ساختار حلقه مانند توانایی برقراری پیوند دارد. آقا الان گزینه 4 ایراد آنچنانی نداره، میدونی؟ نمیشه خیلی بهش ایراد وارد کرد. دلیلش هم الان بهتون میگم. دلیل اصلیش اینه، میگه بخش 3. خب آقا 3 چیه؟ 3 بازه. بخش 2 چیه؟ قنده. همواره از طریق عناصر ساختار حلقه مانند توانایی برقراری پیوند داره. خب آقا این از اینجا میتونه با این پیوند بده، این تا اینجا. این قنده میتونه از عناصر بیرون حلقه هم، این کربن بیرون حلقه هم پیوند بده، این شکلی. یعنی لزوما همه پیونداش واسه کربن‌های داخل حلقه نیست، میتونه واسه بیرون حلقه هم باشه. منظور طراح این بوده. خب حالا بعد چون کلمه همواره رو به کار برده، واسه همین غلط گرفتتش. ولی باز هم این گزینه هم مشکل ادبی دارد، یه خورده ادبیاتش ایراد داره. مثلا اگر اینجا رو اینجوری می نوشت قشنگتر بود.
میگفت بخش 3 همانند بخش 2 فقط از طریق عناصر ساختار حلقه مانند خود توانایی برقراری پیوند دارد، اون موقع این گزینه غلط بود، چون تو میگفتی آقا از بیرون حلقه هم میتونه پیوند برقرار کنه. توصیه میکنم به دوستان در چاپ بعدی کتابشون کلمه همواره رو به فقط تبدیل کنن. سوال 8 کتاب IQ جامع و دوباره در مورد آزمایش ها داره صحبت میکنه. چی میگه؟ میگه که آقا در آزمایش های گریفیت یاخته پروکاریوتی به بخشی از بدن موشها حمله میکند. خب معلومه به شش دیگه، من این بالا می‌نویسم که یادم نره به شش. این اندام از نظر عملکرد مشابه قسمتی از بدن انسان می باشد که به طور حتم گروهی از یافته‌های دیواره ساختارهای حنجره مانند آن به بیگانه خواری میکروب‌ها بر اساس ویژگی‌های عمومی میپردازند. خب یه لحظه اصلا من نمیرم تو ادامش. یافته‌های دیواره اگر شش هم بگیریم، اگر حبابک هم بگیریم، خب بقیه‌اش هم کار نداشته باشم، میگم آقا حبابک بیگانه خوار داره ولی جزء دیوارش نیست. این غلط. ب میگه که مشابه قسمتی از بدن ماهیان آب شیرین، منظورش آبششه، به طور حتم علیرغم بیشتر بودن فشار اسموزی مایع اطراف، ماهی آب شیرین بیرون فشار اسموزیش کمتره، رقیق‌تره. داره میگه آب شیرین، پس اینم غلط. بعد به هر حال همه ماهی ها قادر به دفع برخی از مواد از بدن خودشون هستن، ولی کلمه فشار اسموزیه ایراد داره. جیم میگه سخت پوستان، خب سخت پوست هم آبشش داره مثل خرچنگ، به صورت برآمدگی هایی در سطوح خاصی از بدن بوده که به دفع مواد زائد نیتروژن دار میپردازند. خب طبیعتا خرچنگ آبشش داره، آبششش مواد زائد نیتروژن دار رو داره دفع میکنه، پس میشه. دال ستاره دریایی آبشش داره، برجستگی هایی در نواحی خاصی از، آقا برجستگی های ستاره دریایی دیگه نواحی خاص نیست، در کل سطح بدنه. ولی مثلا خرچنگ یه قسمت بدنه، ماهی یه قسمت بدنه. ویژگی ستاره دریایی این بود که آبشش در تمام سطح بدن. بنابراین میشه گزینه 3. ترکیب قشنگی بود. تنفس فصل 1-12 جالب بود. ببین همونطور که من ایرادات سوالاتتون رو میگم، عزیزان مؤلف کتاب ها ناراحت نشن. من همونطوری که ایراد سوالتون رو میگم، قشنگی سوال و کار خوبتون هم دارم میگم. میگم آقا این ایراد رو دیگه نداشته باشین در چاپ های بعدی انشاءالله که این اشکال برطرف بشه. آقا سوال 9 چی داره میگه؟ 9 میگه که همانند آزمایش ایوری و همکارانش عصاره استخراج شده از باکتری های پوشینه دار را به 4 قسمت تقسیم کرده. یعنی آقا ما اینو برداشتیم 4 تا لوله تولید کردیم این شکلی و در 4 ظرف A, B, C, D قرار دادیم. A, B, C, D. خب ادامش به ظرف A, B, C و D به ترتیب آنزیم 1, 2, 3, 4 را به صورت جداگانه اضافه میکنیم. آنزیم 1, 2, 3, 4. سپس هر یک از محلول ها را به محیط کشت باکتری های بدون پوشینه می افزاییم. یعنی باکتری بدون کپسول رو به هر کدوم از این ظرف ها اضافه میکنیم. این در واقع عین آزمایش سوم ایوریه، ولی نگفته آنزیما چیه. پس از مدتی مشاهده می شود که در محیط کشت های حاوی آنزیم های 1 و 2 برخلاف آنزیم های 3 و 4 باکتری های بدون پوشینه دار می شوند. خب میگه تو 1 و 2 پوشینه دار میشن، توی 3 و 4 پوشینه دار نمیشن. نتیجه میگیرم آقا
من در 3 و 4 قطعا آنزیم نوکلئاز اضافه کردم، یعنی دی ان ای رو از بین بردم، ولی در بالایی ها دی ان ای هنوز از بین نرفته. با توجه به توضیحات فوق کدام عبارت غیر منطقی است؟ چک کنید. به ظرف ب برخلاف سی، آنزیمی با توانایی شکستن پیوندهای فسفودی استر اضافه نشده. ببین میگه ظرف B برخلاف C این اضافه نشده. خب منطقیه دیگه. ما گفتیم توی 3 و 4 نوکلئاز داریم، توی A و B نداریم. ظرف A برخلاف D ممکن است میزان گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد افزایش یافته باشد. خب داره میگه آقا در ظرف A ممکنه ما آنزیم لیپاز اضافه کرده باشیم، ولی در ظرف D لیپاز اضافه نکرده باشیم. منطقیه. باز ممکنه من اینجا لیپاز اضافه کردم، اسید نوکلئیک ها وجود دارن و باکتری کپسولدار شده، ولی اینجا نوکلئاز اضافه کردم، لیپازی در کار نبوده که لیپیدا رو تجزیه کنه. پس اینم داره راست میگه. 3 آنزیم 3 همانند 2 قطعا آنزیم 3 و 2 همانند هم نیستن. ممکن نیست منجر به تبدیل قطعات پپتیدی بزرگ به آمینو اسیدهای مجزا شود. منظورش اینه که پروتئاز نیست. کجا میدونیم؟ من میدونم آره آنزیم 2 میتونه پروتئاز باشه، ولی آنزیم 3 حتما پروتئاز نیست. پس این غلطه. 4 آنزیم 1 همانند 4 میتواند به مولکول‌های زیستی حاوی کربن، نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن اثر کند. ببین قطعاً که نگفته میتونه. کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن میتونه اسید نوکلئیک باشه، میتونه پروتئین باشه. درسته؟ خب در آنزیم 4 من اسید نوکلئیک رو میبینم، بله. در ظرف 1 هم میتونم پروتئاز اضافه کرده باشم. پس منطقی هست. جواب گزینه 3 میشه. این هم سوال خوبی بود. فقط این تفکیک کردن ها رو باید یاد بگیرید دیگه. این من اینجوری ظرفش کنید و متوجه بشید که چی کار دارید میکنید. برم سوال 10. 10 چی میگه؟ آیکیو جامع. در آزمایش هایی که ایوری و همکارانش به منظور شناخت ماهیت ماده وراثتی انجام دادند، حالا 3 تا مرحله داشت. تنها در مرحله از آزمایش ها الف افزودن انواعی از آنزیم های مختلف به عصاره باکتری های بدون پوشینه. اصلا اینا آنزیم رو به عصاره بدون پوشینه زدن یا پوشینه دار؟ پوشینه دار. پس همینجا غلط. ب انتقال صفت پوشینه دار شدن فقط در یک لوله آزمایش. خب توی آزمایش 1 این اتفاق افتاد، توی آزمایش 2 هم یه لوله آزمایش بود، آزمایش 3 چند تا لوله آزمایش بود، یعنی 1 و 2 رو داره میگه. برای اثبات قطعی ماهیت ماده وراثتی انجام شد. نه 2 اینجوری بود. جیم استفاده از گریزانه آزمایش 2 برای نخستین بار ماهیت ماده وراثتی را مشخص کرد. بله گفت دی ان ای. انتقال صفت داشتن پوشینه به باکتری های بدون پوشینه. خب این انتقال صفت در آزمایش 1 اتفاق افتاد، 2 اتفاق افتاد، 3 همشون اتفاق افتاد. بعد میگه هیچ گروهی از مولکول‌های زیستی تخریب یا تجزیه نشدند. خب ببین میگه در آزمایش هایی که ایوری و همکارانش به منظور شناخت این انجام دادن، انتقال صفت داشتن پوشینه به باکتری های بدون پوشینه تنها در مرحله از آزمایش ها
که هیچ گروهی از مولکول‌های زیستی تخریب یا تجزیه نشدن رخ داد. یعنی فقط در مرحله 2 آزمایش که آنزیم اضافه نکردیم باکتری کپسول دار شد. نه، در مرحله 1 شد، در مرحله 3 شد. پس اینم غلطه. فقط یک مورد درسته که اونم میشه گزینه 4. اینم سوال جالبی بود در مورد آقای ایوری و همکارانش. تا اینجا بیشتر تاریخ داشتیم بررسی میکردیم. سوال بعدی از نردبان 12 خیلی سبز، سوال 11. ببینم چی میگه. هر نوکلئیک اسید موجود در باکتری مولد کوزاست. ببین وقتی میگه هر نوکلئیک اسید یعنی هم دی ان ای هم آر ان ای. کوزاز یه باکتری هم دی ان ای داره هم آر ان ای که در آن تعداد پیوندهای قند فسفات 2 برابر فسفودی استر است. خب من براتون یه جدول سر کلاس کشیدم، بذار بیارمش. اینا آقا این جدولی که ما کشیدیم راجع به تعداد پیوندهای فسفودی استر و قند فسفات و همه اینا راجبش توضیح دادم دیگه، درسته؟ چی گفتم؟ گفتم آقا یه رشته یعنی RNA، توی یه رشته اگر خطی باشه این فرمولای خطیه، قند فسفات 2N-1 فسفودی استر N-1، پس 2 برابرش نیست. توی دی ان ای هم که 2 رشته‌ایه فسفودی استر N-2 قند فسفات 2N-2، باز 2 برابرش نیست. اگه 2 برابر بود میشه 2N-4. ولی اگر اینا رو حلقوی بکنیم اون موقع منها نداره، این میشه N، این میشه 2N، این میشه N، این میشه 2N. پس داره راجع به حلقوی میگه که قند فسفات 2 برابر فسفودی استر است. یه نکته یاد بگیر، پس هر وقت این جمله رو نوشت تعداد قند فسفات 2 برابر فسفودی استر است یعنی حلقوی. خب به غشای یاخته متصل است. میگه ببین هر اسید نوکلئیکی که حلقویه توی این باکتری به غشا وصله. نکته RNA حلقوی هم داریم، سر کلاس گفتم هم DNA حلقوی داریم هم RNA حلقوی. آره DNA به غشا وصله ولی RNA حلقوی وصل نیست. این غلط. خیلی گزینه قشنگی بود به نظر. ب یاخته های حاصل از تقسیم لنفوسیت B یه خاطره است یه پادتنساز. پس هم RNA داره هم DNA، هم خطی داره هم حلقوی، چون میتوکندری هم داره دیگه. حالا میگه دارای 2 رشته با انتهای آزاد. ببین میگه 2 رشته است پس DNA انتهاش هم آزاده یعنی خطی. به طور حتم به عنوان الگو برای ساخت دنا استفاده میشه. خیلی زیبا استفاده کرده از این جمله. میگه آقا دی ان ای اصلیش که خطیه حتما به عنوان الگو برای ساخت دی ان ای جدید استفاده میشه. ما یه نکته میدونیم، پادتنساز تقسیم نمیشود، پس دی ان ایش هیچ وقت الگو نیست. غلط. جیم یاخته های تاژکدار هیدر، پس داره راجع به هیدر صحبت میکنه. یوکاریوت، هسته داره، میتوکندری داره، دی ان ای خطی، حلقوی، آر ان ای خطی، آر ان ای حلقوی. حالا میگه پس از تولید باید از منافذ هسته عبور کند. داره راجع به آر ان ای فقط صحبت میکنه. بعد میاد میگه به طور حتم هر پیوند قند فسفات در آن بخشی از پیوند فسفودی استر است. نه ببین شما اگر RNA خطی باشه این شکلی میشه. اینا بازای عالی هستند. همینجوری این ادامه داره تا پایین. الان بله این پیوند قند فسفاته،
اینم قند فسفاته، اینم قند فسفات. من میتونم بگم این قند فسفات ها در ساختار فسفودی استرن. این الان فسفودی استر، ولی این قند فسفات بالایی که تکه در ساختار فسفودی استر نیست. بعد چرا دارم اینو حرف میگم؟ چون راجب خطی یا حلقوی بودن RNA نگفته. خب اگر RNA حلقوی رو در نظر بگیرم، بله، چون این سرات هم به هم وصل میشه، هر قند فسفات جزئی از فسفودی استره. ولی خطی رو بگیرم نه. پس این جمله غلطیه. دال، مغز قرمز استخوان، باز همه اونا رو داره، یوکاریوته، در تمام طول خود قطری به اندازه 5 حلقه عالی دارد. یعنی دو رشته‌ایه. تعداد حلقه عالی این بود دیگه، n دوم ضرب در 5. 5 از کجا اومده بود؟ یه دونه قند به علاوه باز پورین روبروش میشه باز پیریمیدین به علاوه قند. تعداد حلقه ها رو برات بشمرم. قند یه حلقه، باز پیریمیدین یه حلقه، باز پورین 2 حلقه، دوباره قند یه حلقه، رو هم دیگه میشه چند؟ 5 تا حلقه عالی. این دی ان ایه، روبرو همه. ولی یه مسئله است، چون گفته در تمام طول، پس دی ان ای. اگر در تمام طول خود نمیگفت، بچه‌ها ما یه مدل RNA داریم به نام tRNA که یه جاهاییش پیوند هیدروژنی داده. خب این جاها میبینی؟ این جاهایی که این پیوند هیدروژنی میشه باز قطرش 5 حلقه است. ولی خب یه جاهایی هم داره که قطرش 5 حلقه نیست. چون این گفته در تمام طول خود، دیگه من این RNA رو در نظر نمیگیرم، فقط DNA ها. حالا چی میگه؟ میگه فقط در مرحله اس چرخه سلولی تکثیر میگردد. غلطه. DNA میتوکندری مستقل از چرخه یافته‌ای، همینجوری داره تقسیم میشه. تازه علاوه بر این شما میدونید در G2 میتوکندری تقسیم میشه، پس دی ان ای اون داره تقسیم میشه. اینم غلطه. فوق العاده قشنگ بود. یعنی تا اینجای کار به نظر من زیباترین سوال، فنی ترین سوال تعلق میگیره به این سوال 11 از کتاب نردبان 12. به این سوال خوب باشه میگم خوبه دیگه، قشنگ باشه میگم قشنگه، جذابه. 12 نردبان 12 چی میگه؟ یه رشته پولینوکلئوتید براتو کشیده، میگه آقا این مال دی ان ایه، آر ان ای هم نیست. پس چون این دی ان ایه حتما اینجاش هاش داره، او هاش نداره. اینجا هاش. چون دی ان ایه باز فرقی نداره، یک فسفات، 2 فسفودی استره، 3 قند دئوکسیریبوز، 4 یا آی یا جی، 5 یا سی یا تیه. اگر نمیگفت دی ان ای میتونست یو هم باشه. خب میگه میتوان گفت قطعا وجود مولکول 4 یعنی باز آوجی در دنا نسبت به وجود مولکول 5 یعنی سی و تی پایداری بیشتر ایجاد میکنه. نه خیر آقا، هرچی سی یا جی در دی ان ای بیشتر بشه پایداریش بیشتره. چرا؟ چون بین سی و جی 3 تا پیوند هیدروژنی داریم. پس من نمیتونم بگم چون اینم سی داره اینم جی میتونه باشه. 2 قطعاً بخش 1 موجب بروز خاصیت اسیدی. خب یک فسفات خاصیت اسیدی داره و در ساختار خود دارای نوعی پیوند است. پیوند داره دیگه، فسفات PO4 این شکلیه دیگه. تقریبا درسته. 3 هر پیوند قند فسفات موجود در این مولکول در ایجاد پیوندی مشابه با پیوند شماره 2 دخالت داره. میگه آقا هر قند فسفاتی جزئی از فسفودی استره. ببین اون بالاییه رو نکشیده هنوز،
ولی اون بالا بالایی رو اگه نگاه کنی مثل همون سوال قبلی که گفتم، اون پیونده دیگه جزء قند فسفات هست ولی فسفودی استر نیست. مثلا تو فرض کن اینجا هم یه نوکلئوتیده، اینم فسفات آخرشه. این پیوند قند فسفاتی که اینجا میبینی جزء فسفودی استر نیست، پس غلط. مولکول 3 نسبت به مشابه خود در رنا، قنده رو داره میگه، سبکتر است. دئوکسیریبوز نسبت به ریبوز سبکتره. چرا؟ چون یه اکسیژن کمتر داره و با رشته مقابل خود مسئله ایرادش اینه همراستاست. دی ان ای دوتا رشته برعکسن، یعنی اگر کله قندای اون بالاست رشته روبرو کله قندا پایینه. اینش غلطه. پس تنها گزینه‌ای که برای من میمونه گزینه 2. جالب بود. حالا اسیدی بودن فسفات رو لزومی نداره شما بدونید. اینکه حالا تو خود فسفات پیوند داره این شیمی بیشتر، زیست نیستش. PO4 رو شناختن. بریم سوال 13. باز کتاب هوک 12 چی میگه؟ در انسان همه مولکول هایی که در یاخته وظیفه ذخیره و انتقال اطلاعات وراثتی رو داره، هم دی ان ای هم آر ان ای. خب از نظر نوع باز عالی نیتروژن دار دو حلقه‌ای، یعنی آ و جی، فعلا فرقی نداره چه دی ان ای چه آر ان ای، به یکدیگر شباهت دارن. تا اینجا درسته؟ و از نظر اینجا یه جای خالی بوده، توانایی کاهش انرژی فعالسازی واکنش‌های انجام شدنی بدن انسان با یکدیگر تفاوت دارن. کاملا درست. الان میگم گزینه 2 یعنی قسمت دوم یعنی چی؟ ببینید وقتی میگم آنزیم یه ویژگی داره، کاهش انرژی فعالسازی. قبوله؟ این کار رو انجام میده. آنزیما بیشتر پروتئینی هن. یه دونه آنزیم غیر پروتئینی داریم، RNA. تنها آنزیم غیر پروتئینی دنیاست. خب پس من میتونم بگم من یه RNA دارم که میتواند انرژی فعالسازی رو کم کند ولی همچین DNA ندارم. گزینه 2. تصحیح اشتباهات توسط آنزیم پلیمراز سازنده. خب دنابسپاراز ویرایش داره، اشتباهش رو درست میکنه، ولی رنابسپاراز ویرایش نداره، اشتباهش میمونه. پس این تفاوته، شباهت نیست. 3. باز شدن مارپیچ دنای سازنده خود توسط آنزیم پروتئینی. خب مارپیچ آرنه نیازی نداره باز بشه که، شباهت نیست. برقراری فسفودیستر در هر واحد سازنده فسفودیستر نداره. هر نوکلئوتید فسفود. ببین یه نوکلئوتید اینه، قند، باز، اینجا هم فسفات. شما الان این تو فسفودیستر نمیبینی. زمانی که این میاد به نوکلئوتید بعدی وصل میشه، حالا این مجموعه با هم میشن فسفودیستر. وگرنه یه دونه نوکلئوتید تنها فسفودیستر ندارد. جواب گزینه 1. سوال 14 از خیلی سبز جامع، بیشتر باز همون تاریخچه دانشمندانه و ببینیم چی میگه. میگه در طی تحقیقات صورت گرفته در مورد ماده وراثتی، ایوری پس از اضافه کردن هر لایه از عصاره سانتریفیوژ شده باکتری ها به محیط کشت فاقد پوشینه، یعنی مرحله 2، برای نخستین بار متوجه شد که ماده وراثتی پروتئینی نیست. اون آزمایش 1 بود که فهمید ماده وراثتی پروتئین نیست. گریفیت تزریق باکتری فاقد پوشینه و باکتری پوشینه دار مرده به موش برای اولین بار متوجه شد، یعنی آزمایش 3، پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست. ببخشید داره راجع به آزمایش 4 میگه، هم فاقد پوشینه هم پوشینه دار. توی 3 فهمید پوشینه به تنهایی نیست. چارگاف علافه بود، دانشمند علافه که انداختنش دنبال نخود سیاه بره بازهای آ و تی و سی و جی رو بشمره. اندازه‌گیری میزان همه انواع بازهای عالی در ساختار مولکول دنا، برای نخستین بار متوجه شد باز عالی مثلا راجع به مکملی چیزی نگفت. چارگاف فقط فهمید آ و تی برابره، سی و جی برابره، همین.
ویلکینز فرانکلین عکس گرفتن. تهیه تصاوری از دنا با استفاده از پرتو ایکس برای نخستین بار متوجه شدن دنا بیش از یه رشته مارپیچی. کاملا درست. کتاب هوک با توجه به آزمایش‌های انجام شده در زیست شناسی 12 که در آن از باکتری اکولای را استخراج کرد و در مراحل مختلفی در گریزان قرار دادن، کدام گزینه برای تکمیل بایزی نامناسبه؟ داره راجع به آزمایش مزلسون استال میکنه که مدل‌های همانندسازی رو داشتن تحقیق می‌کردن. طی انجام این آزمایش‌ها با فرض اینکه همانندسازی دنا از نوع مدل همانندسازی داره چک میکنه حفاظتی باشد، میتوان گفت که در پی دو نسل همانندسازی باکتری های دارای دنایی با چگالی سبک در محیط کشت حاوی نیتروژن سنگین، یک نوار در بالا و یک نوار در پایین. بیا دقیقاً چکش کنیم. من اگر مدل رو بگیرم حفاظتی، درسته؟ بعد صورت سوالم داره میگه دو نسل. چک کنیم. حفاظتی یعنی شما دی ان ای که دارید اگر تقسیم بشه میشه 2 تا دی ان ای اولیه کامل میمونه، یه دی ان ای کاملا جدید ساخته میشه. خب میگه دنایی با چگالی سبک را در محیط سنگین، یعنی این 14 سبک گذاشتیمش در محیط سنگین. این یه نسل، گفته 2 نسل، یه نسل دیگه بریم جلو. یه دی ان ای سبک، بقیه باز میشن سنگین. حالا من اگر اینو سانتریفیوژ بکنم، این 3 تا سنگین مگه نیستن؟ میرن ته ظرف، یه دونه سبک داره میاد بالای ظرف، یعنی 2 تا نوار. میگه یک نوار در بالا، یک نوار در پایین لوله تشکیل میشود. درست داره میگه دیگه، ایرادی که نداره هیچ. گزینه 2 میگه بگیریم نیمه حفاظتی، نمیتونیم بگیم دنا با چگالی متوسط. بیا من براش این شکل بکشم. این بالا بذار بکشم. میگه دنا با چگالی متوسط، یعنی رشته سبک رشته سنگین. دنا با چگالی متوسط در محیط حاوی نیتروژن سبک. نیمه حفاظتی هم هست، بذارمش نیتروژن سبک، این رشته قرمزه جدا میشه، این سیاه جدا میشه، روبروشون رشته جدید سبک. یه نسل. 2 نسل بریم جلو، اینا جدا میشن، روبروی همه اینا رشته جدید سبک. الان اینجا باید 2 نوار ایجاد بشه، این 3 تا سبک هم برن بالا، این نیمه سنگین بیاد وسط. خب میگه نمیتوان گفت یک نوار در وسط یک نوار در پایین. بله نمیتوان گفت، چون یه نوار وسط یه نوار بالاست. گزینه 3 رو ببینیم. میگه حفاظتی دنای سنگین در محیط سبک، یعنی در واقع همینو برعکسش کنیم. یعنی در واقع اینا باشن 15، اینا رو بگیری 15، سیاه ها رو بگیری 14. این 3 تا میشن 14 سبک میرن بالا، اینم یه دونه سنگین میاد پایین. میگه میتونیم بگیم یه نوار پایین یه نوار وسط. این غلطه. یه نوار پایین یه نوار بالا. جواب گزینه 3. 4 هم باز چک کنم. میگه نیمه حفاظتی دنای نیتروژن سبک در محیط سنگین. شما اینو بگیر سبک، گفته نیمه حفاظتی رشته جدید سنگین، یعنی اینا میشن نیمه سنگین. یه نسل. یه نسل دیگه بریم جلو، این شکلی. الان اینا سنگینن، اینا نیمه سنگینن. پس 2 تا نوار، یکی پایین یکی وسط. یه نوار وسط یه نوار بالا. میگه نمیتونیم بگیم. بله جمله درستی.
ببین حل کردن یه همچین سوالی یه مقدار زیادی وقت میگیره ازت دیگه، ولی خب کمکت میکنه، ایده بهت میده، یه خورده دستت را میفته. سوال 16 چی میگه؟ میگه آقا با توجه به آزمایش‌های مزسون استال، خب در صورتی که باکتری اکولای پس از تقسیمات متعدد در محیطی با نیتروژن 15 به محیطی با نیتروژن 14 منتقل بشه، کل آزمایش رو داره میگه، دنای استخراج از آنها جدا شه، ممکن است یک نسل پس از رد شدن طرح حفاظتی، یه لحظه اینو دقت کن، آقا آزمایش این بود، اومدن اینجا رو ببین، اومد دی ان ای که سبک بود اول گذاشت در محیط سنگین تا برسه به دی ان ای کاملا سنگین، این شکلی، این کاملا سنگین، بعد بردن اینو گذاشتن در محیطی که نیتروژنش سبک بود، اینا جدا شدن، رشته جدیدی که اومد روبروی اینا سبک، یه نسل دیگه رفت جلو، باز این زردا جدا شدن، قرمزا هم جدا شدن، رشته جدید باز سبک. درست شد؟ نیمه حفاظتی دیگه، من درستشو دارم میکشم. توی لحظه اول آزمایش یه نوار پایین ظرف بود، الان این دوتا هم وزنن، یه نوار وسط ظرف، الان این دوتا سبکن، این دوتا نیمه سنگینن، میشه دوتا نوار، یه دونه بالا یه دونه وسط. اینجا فهمید حفاظتی نیست، چون اگه حفاظتی بود باید یه دونه پایین میشد، اینجا فهمید غیر حفاظتی نیست و فهمید نیمه حفاظتی هست. حالا بیا ببین سوالشی میگه یک نسل پس از رد شدن حفاظتی، یعنی نسل دوم، مولکول‌های دنا به تعداد نامساوی نسبت به هم در بخش بالایی و میانی جمع شدن. غلطه. چرا؟ چون الان من یه نسبت دو تا سبک دارم، دو تا نیمه سنگین، یعنی هم اندازه است، تعدادشون برابر. دو میگه 40 دقیقه قبل از برابر شدن تعداد مولکول‌های متفاوت از لحاظ چگالی. ببین این اتفاقی که داره میگه دقیقاً در لحظه 40 دقیقه داره میفته. میگه 40 دقیقه قبلش، یعنی لحظه صفر که یه نوار پایین داریم، نوکلئوتیدهایی با نیتروژن یکسان در مقابل هم قرار میگیرن. درسته. 3. دو نسل پس از قرار گرفتن همه مولکول‌های دنا در یک ناحیه از لوله برای اولین بار، خب مولکول‌های دنا در 3 ناحیه از لوله، اصلا 3 ناحیه رو هیچ وقت نداشتیم کلا. 4. 20 دقیقه قبل از قرارگیری دنا در محلی جدید از لوله برای اولین بار. خب ببین توی نسل اول لحظه 0 یه نوار پایین داریم، لحظه 20 یه نوار وسط داریم، لحظه 40 دو تا نوار داریم، یه دونه بالا یه دونه وسط. خب یعنی شما برای اولین بار جای جدید، منظورش اینه. بعد میگه 20 دقیقه قبل از این لحظه 0، یعنی اینجا مولکول دنا در میانه لوله نداریم، پایین لوله است. واقعا حل این سوال برای یک دانش آموز خیلی سنگینه، واقعا سخته. یعنی دونه دونه انقدر باید مسلط باشه رو آزمایش مزسون استال که بتونه یه همچین تستی رو جواب بده.
سوال 17 باز آیکیو جامع. کدام مورد برای تکمیل عبارت ماده وراثتی فلانسون صحیح است؟ چی میگه؟ میگه که با فرض ایوری و همکارانش در نخستین مرحله از آزمایش خود از آنزیم ها به منظور تخریب گروهی از مولکول‌ها استفاده کردند. خب داره اینو میگه. با توجه به مطالب کتاب درسی، محلول مورد استفاده مزسون استال، خب سزیوم کلورید بود دیگه، اینا از محلول سزیوم کلورید استفاده کرد. با محلولی که از غدد موجود در راستروده ماهیان، این سدیم کلوریده، یکسان غلط. عامل مورد استفاده گریفیت برای کشتن باکتری گرما مشابه عاملی است که سبب کاهش فعالیت میکروب‌ها در تب و پاسخ التهابی می شود. درسته دیگه، گرماست. 3. پرتوی ویلکینز فرانکلین ایکس بود، پرتویی که موجب آسیب دنای گروهی از یافته‌های پوست و مرگ برنامه‌ریزی شده میشه. این فرابنفشه، سرطان پوست میاره، نه ایکس. 4. آنزیم ایوری و همکارانش در نخستین آزمایش پروتئاز مشابه آنزیمی است که از یافته‌های کناری معده آنزیم ترشح نمی‌کردند، یافته اصلی ترشح می‌کرد. این هم ترکیب باحالی بود. سوال 18 آیکیو جامع داره راجع به آزمایش مزسون استال ازت سوال میپرسد. چک کنیم ببینیم چی میگه. میگه که یکی از گزینه‌ها خوب نیفتاده، من الان میگم این چیه. میگه چند بار به ترتیب وجه اشتراک آزمایش مزسون استال و گریفیت و وجه اشتراک آزمایش ایوری و آزمایش مزسون استال به حساب میاد. من اولی رو فعلا بشمرم. وجه اشتراک مزسون استال و گریفیت: الف، استفاده از نوعی باکتری با ظاهری کروی. اینا اکولای بودن، این استرپتوکوکوس. اکولای این شکلیه، استرپتوکوکوس این شکلیه، پس این غلط. برای این نیست فعلا هیچ. من تیک زبدر میزنم فعلا. جدا کردن مواد بر اساس چگالی. خب گریفیت هم به چگالی و سانتریفیوژ احتیاج نداشت. تغییر ویژگی ظاهری بعضی از باکتری ها. باز تغییر برای آزمایش گریفیت بود، مزسون استال تغییر نداشت. استفاده از اطلاعات مربوط به مدل واتسون کریک. خب زمان گریفیت که هنوز واتسون کریک نیومده بودن. استفاده از نوعی جاندار با همانندسازی پیچیده تر دنا، یعنی یوکاریوت جفتی پروکاریوت. یعنی شباهت اینا صفره، یعنی یا اینه یا اینه، اینا رد شد. حالا اشتراک ایوری و مزسون استال، استفاده از باکتری با ظاهری کروی. جفت اینا اکولای بود، اکولای کروی نیست. ببخشید یه دونه استرپتوکوکوس بود، اونم اکولای بود. هیچ. جدا کردن چگالی، سانتریفیوژ. ایوری سانتریفیوژ، اونا با سرعت بالاست، با سرعت بسیار بالاست. پس من اینو فعلا زبدر میزنم. تغییر در ویژگی ظاهری بعضی از باکتری ها مزسون استال نداشت. استفاده از اطلاعات بازم اینم نبودش. استفاده از نوعی جاندار با همانندسازی پیچیده‌تر، یعنی یوکاریوت. خب ایوری که نداشت، اونم نداشت. ببین الان من اگر بخوام متن کتاب درسی رو دقیق بررسی بکنم، این به کمک سانتریفیوژ در اینا مشترک نیست. باید میگفت اصلا کمک رو نمیگفت، چون یکی رو گرفته سانتریفیوژ، یکی گرفته اولترا سانتریفیوژ دیگه. خب ولی چون جفت اینها از کلمه سانتریفیوژه، خود طراح این سوال اینو گرفته یک اشتراک و زده گزینه 3. ولی به نظر من این قسمت
همین بر اساس چگالی رو میداد، اینو حذف میکرد، خیلی قشنگتر میشد دیگه. حالا درگیر اون کلمه سانتریفیوژ و اولترا سانتریفیوژ نمیشدیم. سوال 19 نردبان 12 صفحه اول کتاب، یعنی شکل صفحه اول کتابم رحم نکرده بهش و از اونم سوال داده است. چی گفته؟ گفته که اگر مولکول مقابل یعنی دی ان ای در هسته پودوسیت، پودوسیت کجا بود؟ تو کلیه، مشاهده شود، به طور حد میتوان گفت دارای دو سر متفاوت است و هر نوکلئوتید آن در تشکیل بیش از یک پیوند نقش دارد. خب آقا من اگر دقت کنم مسئله اصلی اینه چون دی ان ای دو سر دی ان ای با هم فرق نداره. یعنی مثلا اگر اینجا فسفاته اینجا قنده، اگر اینجا قنده اینجا فسفاته. یعنی من اگر بخوام دو سر دی ان ای رو بگم با هم فرق ندارن، دو سر یه رشته با هم فرق دارن، وگرنه بقیهش درست. دو، عامل مولد سینه پهلو یعنی دی ان ای باکتری استرپتوکوکوس نمونیا حلقه 5 ضلعی توی یه رشته با حلقه 6 ضلعی در رشته مقابل برابر است. آقا شما اگر تعداد حلقه 6 ضلعی رو بخوای به تعداد نوکلئوتیدات، چون هر بازه آلی حلقه 6 ضلعی داره، ولی حلقه 5 ضلعی رو بخوای توی یه رشته نمیتونی حساب کنی. هم قند 5 ضلعیه، هم باز عالی 2 حلقه‌ای داری که هم 5 ضلعی داره هم 6 ضلعی، پس همچین چیزی برقرار نیست. 3، یاخته دندریتی یوکاریوت دی ان ایش خطیه اگه هسته‌شو بخوایم بگیم. در هر رشته خود دارای یک گروه فسفات است که در تشکیل پیوند فسفودیستر دخالت ندارد به شرط آنکه خطی باشد. بله، مگه گفته هسته دندریتی مگه میتوکندری نداره؟ اگر میتوکندری باشه دی ان ایش حلقویه، این به طور حتم غلط. 4، باکتری اکولای دی ان ای حلقوی به طور حد قطعهای موجود در آن یک کربن کمتر از سوخت اصلی سلول، گلوکوز 36، قند این 35. تا اینجا درسته؟ یک اکسیژن کمتر از قند منبع انرژی رایج، منبع انرژی رایج ATP، قندش ریبوزه O5، ولی قند دی ان ای O4، یه اکسیژن کمتر داره، کاملا گزینه 4 درست است. بریم سراغ سوال 20. سوال 20 میشه کتاب نردبان 12 و داره راجع به آزمایش ویلکینز فرانکلین سوال میپرسه. ببینیم چی میگه. میگه غلط رو پیدا کن. ویلکینز فرانکلین پرتو موجی که پرتو ایکس بود برای تشخیص شکستگی میکروسکوپی در استخوان ران انسان قابل استفاده است. تصاویری از مولکول دنا تهیه کرد. خب تشخیص شکستگی میکروسکوپی در استخوان ران، ما شکستگی میکروسکوپی را آیا می توانیم در تصویر برداری رادیولوژی استفاده کنیم؟ نه. خودش داره میگه شکستگی میکروسکوپی. خب اینو باید با میکروسکوپ ببینید دیگه. رادیولوژی نه، رادیولوژی با اشعه ایکس ولی شکستگی میکروسکوپی نه. ب. تشخیص بارداری. بارداری که اصلا ما نمیریم سراغ اشعه ایکس. سونوگرافی غلط. به دنبال بروز آفتاب سوختگی موجب آسیب رسیدن به دنا میشه. این فرابنفش. باعث ثبت منحنی QRS در نوار قلب شده. تغییرات آن ممکن است ناشی از بیماری‌های قلبی مادرزادی باشد. خب ما اگر بخوایم ثبت موج QRS پرتو نداریم. نهایتاً اینه که ما میتونیم قلب رو با سونوگرافی مشکلات مادرزادیش رو تشخیص بدیم که سونوگرافی هم باز صداست، اشعه ایکس نیست.
که اینجا همش غلطه. یه خورده گزینه 4 گنگ بود. دانش آموز متوجه نمیشه که تو راجع به سونوگرافی صحبت میکنی. هی با خودش میگه آقا QRS که ربطی به صوت نداره. بعد باید بدیم پایینش بخونه بیماری‌های قلبی مادرزادی، متوجه بشه که آقا ما بچه رو باید سونوگرافی کنیم ببینیم قلبش سوراخ داره یا نداره توی دوران جنین. یه خورده پزشکی بود داستان. 21 چی میگه؟ میگه آقا مطابق با کتاب درسی. خب اینجور سوالا میاد یعنی آقا فقط کتاب درسی رو در نظر بگید، سراغ چیز اضافه تر نرو. خب میگه مطابق با کتاب درسی مهمترین عاملی که در فرایند همانندسازی دخالت دارند کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل میکنند؟ به طور معمول در طی همانندسازی در یاخته لنفاس بی بالغ همه عواملی که با حرکت خود بر روی دنای اولیه باعث تغییر در پایداری مولکول دنا میشوند همواره دارای فعالیت نوکلئازی نیز هستند. خب ببین روی دنا ما آنزیم هلیکاز رو داریم، دنا بسپاراز رو داریم، آنزیم هایی هم داریم که اینو نگفته چیه. خب و من میدونم که اینا فعالیت نوکلئازی ندارن، فقط اینه که فعالیت نوکلئازی داره، میتونه پیوند فسفودی استر رو بشکونه. پس هیچ. 2 همه عواملی که هنگام تشکیل رشته جدید دو گروه فسفات خود را از دست میدهند یعنی نوکلئوتید واجد حداقل 3 حلقه عالی در ساختار خودند. یه لحظه دقت کن آقا، اگر نوکلئوتید شما باز عالیش 30 باشه، الان چند تا حلقه عالی داره؟ 2 تا حلقه، نه 3 حلقه. اون ATPه که 3 حلقه ایه. 3 فقط بعضی از عواملی که در تشکیل و شکستن پیوندهای پر انرژی دخالت دارند یعنی هیدروژنی کاری نداره در افزایش غلظت فسفات آزاد یاخته واجد نقشند. خب میگه فقط بعضی از اونایی که پیوند فسفودی استر رو میشکنن و ایجاد میکنند خب چی هن؟ در افزایش غلظت فسفات آزاد یاخته واجد نقشن. اونی که پیوند فسفودی استر رو هم تشکیل میده هم میشکنه دنابسپاراز. خب دنابسپاراز هم حتما داره فسفات آزاد میکنه، 3 فسفاته میاد 2 تاشو از دست میده. 4 میگه فقط بعضی از در ساختار رشته جدید در حال تشکیل قرار میگیرند، راجع به نوکلئوتید داره میگه، واجد یک حلقه عالی نیتروژن دارن. بله بعضی از نوکلئوتیدها یه حلقه نیتروژن دار دارن، بعضی ها 2 حلقه دارن. این عبارت فقط بعضی داره بیچاره میکنه شما رو. دقتتون اینجا باشه وقتی راجع به فقط بعضی صحبت میکنه گزینه‌ای رو انتخاب نکنید که در مورد همه صادقه، در مورد فقط بعضی باید صادق باشه. بریم سوال 22. میگه در ارتباط با کاتالیزور زیستی که طی همانندسازی مورد تایید مزستون استال یعنی نیمه حفاظتی 2 رشته مربوط به ژن میوگلوبین را از هم جدا می کند کدام مورد غیر ممکن است؟ خب داره روزه خونده برات خیلی اینجا، ولی داره راجع به هلیکاز صحبت میکنه دیگه که پیوند هیدروژنی رو داره میشکونه. درسته؟ خب میگه غیر ممکنه. 1 در جداسازی مولکول‌های پروتئینی هیستون از اطراف رشته تشکیل دهنده ماده وراثتی فاقد نقشه. درست ممکنه فاقد نقشه هستن. چرا؟ چون اول آنزیم هایی میان پیچ و تاب فامینه رو جدا میکنن یعنی هیستونا رو جدا میکنن، بعد هلیکاز پیچ و تاب دنا یعنی هلیکاز کاری به هیستون نداره. 2
تحت تأثیر هورمونی که منجر به ساقه‌زایی می شود. خب من میدونم اکسین ریشه زایی، سیتوکینین ساقه زایی. سیتوکینو میگه در برخی یاخته های پیکر گیاه تولید و فعالیت آن افزایش مییابد. خب اینم ممکنه سیتوکینین تکثیر یاخته ای رو میبره بالا، تکثیر بره بالا هلیکاز بیشتر کار میکنه، پس میشه. 3. نخستین مرحله همانندسازی دنای هسته‌ای را در یاخته ای انجام میدهد. تا اینجا درست. که طی تخمک گذاری از تخمدان زن خارج میگردد. خب طی تخمک گذاری از تخمدان خارج میگردد یه دونه نخستین جسم قطبیه، خب یه دونه هم اووسیت ثانویه است. درسته؟ خب دقت کن، میگه که نخستین مرحله همانندسازی دنای هسته‌ای را در یاخته ای انجام دهد که طی تخمک گذاری از تخمدان زن خارج میگردد. حواستو جمع کن، نه نخستین جسم قطبی نه اووسیت ثانویه تقسیم نمیشه دی ان ایشون، دارن میوز 1 رو انجام دادن، حالا باید برن تو میوز 2. پس بنابراین بین میوز 1 و میوز 2 ما که اس نداریم، همانندسازی نداریم، پس فعالیت هلیکاز اینجا غیر ممکن است. 4. با همکاری گروهی از آنزیم‌های دیگر منجر به مضاعف شدن کروموزوم‌های هسته‌ای گروهی از یافته‌های خونی با منشأ لنفوئیدی میشن. درسته دیگه، هلیکاز همانندسازی میکنه، یعنی جزو غیر ممکن‌ها نیست. جالب بود، خیلی فنی بود. سوال 23 میگه به هنگام همانندسازی دنای هسته یافته‌های بنیادی مغز استخوان کمی چی؟ میگه که کمی پس از فعالیت آنزیم شکننده پیوندهای هیدروژنی یعنی هلیکاز بر اثر فاصله گرفتن دو رشته دنا از یکدیگر یعنی حباب دوراهی همانندسازی تشکیل میشه. درست. پیش از فعالیت آنزیم ایجاد کننده دوراهی های همانندسازی یعنی قبل از اینکه هلیکاز کار کنه پروتئین های هیستون از دنا جدا شده. تا اینجا درسته؟ خب و فشردگی کروموزوم کاهش میاد. درسته، ولی ایرادش کجاست؟ ایرادش اینه که به هنگام همانندسازی داره میگه. جدا شدن هیستون قبل از همانندسازیه. میگه قبل از همانندسازی آنزیم های میان فشردگی کروموزوم رو از بین میبرن. این داره به هنگام همانندسازی. پیش از فعالیت آنزیم ایجاد کننده پیوندهای فسفودیستر یعنی دنا و اسپاراز دو رشته دنای الگو بر اثر شکستن پیوندهای هیدروژنی هیچ وقت دی ان ای کاملا از هم باز نمیشه، تیکه تیکه. پس از فعالیت بسپارازی آنزیم مؤثر در ویرایش یعنی دنا بسپاراز بر اثر شکستن پیوند قند و فسفات نوکلئوتیدهای 3 فسفاته، نه دیگه، توی نوکلئوتید 3 فسفاته پیوند بین فسفات و فسفات رو میشمونه، یعنی نوکلئوتید اینه 3 تا فسفات داره میاد این پیوند رو میشمونه. پس فقط یک مورد درسته، اونم مورد الف. سوال 24 رو ببین. میگه مناسب نیست در فرایند همانندسازی مولکول دنای خطی، خب دی ان ای خطی، سلول خاطره، هر آنزیمی که شکستن پیوند بین نوکلئوتیدها، خب بین نوکلئوتید ما یه هیدروژنی داریم یه فسفودیستر، هیدروژنی هلیکاز میشکونه، فسفودیستر رو دنابسپاراز در ویرایش، پس هر دوتاشو داره میگه. در یکی از ساختارهای خود پیوندهای اشتراکی و غیر اشتراکی تشکیل میدهد. یه دقیقه دقت کن. آقا اشتراکی آنزیم مگه پروتئین نیست؟ اشتراکی پیوند پپتیدی، غیر اشتراکی هیدروژنی. پیوند پپتیدی در ساختار 1 ایجاد میشه، هیدروژنی در ساختار 2 پروتئین ایجاد میشه. در ساختار 3 هم هیدروژنی داریم هم اشتراکی، پس ممکنه. ببین راجع پروتئینه داره میپرسه، پس این اوکی. 2
باز کردن مارپیچ دنا هلیکاز توسط ریبوزوم های آزاد در ماده زمینه سیتوپلازم ساخته شده، چون یه پروتئینی که تو سلول کار میکنه ریبوزوم آزاد میسازدش، به سمت هسته فرستاده میشه. خب اینم که درست. جدا کردن فسفات از نوکلئوتیدها دنابسپاراز انرژی فعالسازی بیش از یک واکنش شیمیایی را کم میکنه. آنزیم انرژی فعالسازی کم میکنه بیش از یک واکنش، یعنی هم بسپاراز هم نوکلئاز. درسته. اتصال گروه فسفات به گروه هیدروکسیل قند دئوکسیریبوز دنابسپاراز نمیتونه در مجاورت نوکلئوتیدهای یوراسیلدار عمل نماید. میتواند بر اساس شکل کتاب درسی دارم اینو به تو میگم. شاید بگه آقا همانندسازی دی ان ای که باز یو نمیخواد، ولی در شکل کتاب درسی شما اینجا میبینی که آنزیم هلیکاز داره کار میکنه و اینجا نوکلئوتیدهای یوراسیلدار نارنجی ها در مجاورت هلیکاز و دنابسپاراز وجود دارن. حالا شاید استفاده نکنه ولی وجود دارد. سوال 25. با توجه به اینکه مقدار دنا در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها خب با یکدیگر تفاوت دارد، چند مورد غلط. به طور معمول همه جاندارانی که ماده اصلی وراثتی بیشتری در خود نگه می‌داره، یعنی یوکاریوت، تعداد نقاط آغاز همانندسازی را با توجه به مراحل رشد و نمو جنین تغییر میدن. خب آقا همه یوکاریوت که جنین ندارن اصلا. شاید بگم مثلا کیه که جنین نداره؟ هیدر مثلا، قارچ مثلا، نمیدونم، اینا جنین ندارن. فقط بعضی از جاندارانی که ماده اصلی وراثتی کمتره، یعنی باکتری، میگه بعضی از باکتری ها تعداد نقاط آغاز همانندسازی برابر با تعداد نقاط پایان همانندسازی. مثلا نقطه پایان همانندسازی معنی نداره اولا، بعد میگه تعداد نقطه آغاز با تعداد نقطه پایان برابره. خب اگر طبیعتا چند تا نقطه آغاز داشته باشه حتما چند تا نقطه پایان هم داره، پس این واسه بعضی نیست، برای همه است. 4 جیم همه بیشتر، یعنی همه یوکاریوتا با آغاز فرایند همانندسازی انواعی از پروتئین ها همواره از مولکول دنا جدا میشه. هیستون رو داره میگه، هیستون قبل همانندسازیه، نکتهشو قبلا باز گفتیم، میگه آغاز فرایند. دال همه کمتر باکتری، میگه همه باکتری ها مارپیچ هر مولکول نوکلئیک اسید موجود در یاخته را در حین فرایند پلیمرازی باز میکنند. خب هر مولکول نوکلئیک اسید یعنی هم دی ان ای هم آر ان ای، لزومی نداره آر ان ای مارپیچ داشته باشه. بعد باز آر ان ای وقتی پلیمراز میخواد انجام بده ساخته بشه رو دی ان ای ساخته میشه، پس نیازی نداره مارپیچش باز بشه. پس همه اینا چی هن؟ غلطن. آقا فعلا تا اینجا ما تا سوال 25 رفتیم جلو. از فصل 1/12 سوالات خوب کتاب رو انتخاب کردیم. یک بار دیگه در آخر ویدیو تأکید میکنم که حتما قبل از اینکه سوال رو من حل کنم، اگر جزوه‌اش رو ندارید، حالا بچهای کلاس من که دارن، غیر کلاس من که جزوه این رو ندارن، حتما ویدیو رو پاز کنن، سوال رو یه بار حل کنن، بعد حل من رو نگاه کنید. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدارتون.